با نام خداوندی بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم تماشاگران عزیز، برادران و خواهران و کسانی که در مهاجرت مهنتی هستند، یعنی در غریبی هستند. امروز یک نوار را دیدم که چند ماه پیش گذاشته شده است و خواستم من هم در نوار گذارم و البته نتوانستم. سبب این بود که من ویدیوهای بیگانه مقصد در یوتیوب گذاشته نمی شود و یوتیوب را اودلیت می کند، یا اینکه یگان جلبه در یوتیوب در کانال می زنند. از همین سبب خواستم نوار را گذارم، ولی شما می توانید نوار را پورا در صفحه اینستاگرام ما تماشا کنید. و دو برادر در شهر نارک بودند، اکاوداران، و هر دویشان در یک وقت میمیرند. سبب نامعلوم. شاید یگان کاری هست یا اینکه خداوند همان وقت را برایشان مناسب کرده است. و البته هر دوی آنها نیز برادر هستند، اکا و دادر هستند. انا همین رسمی که شما دیده شدید، انا همین ها می باشند. راستی بسیار غم انگیز است. وقتی این نوار را تماشا کردم، راستی دلم خیلی سوخت و باور کنید یک حالت سخت‌ترین و سنگین‌ترین بحر همان پدر و مادری است که بینید که با امید فرزندهایش را روان میکنند و اما ناامید در تابوت جسد فرزندهایشان میروند. بسیار سخت است برادران عزیز، بسیار سخت است. از همین سبب بسیار نوارهای هست میبینیم که در یوتیوب فلانی مرده است، فلانی را آب غرق کرده است و خیلی نوارهایی هستند که غم انگیز کننده. از همین سبب شما را میگویم که برادر جانا، خودتان را احتیاط کنید، احتیاط باشید، خوب کار کنید خاطر پدر و مادر، زن و فرزند. و فریفته بعضی زنها نشوید، زیرا بسیار جوانهایی را میدانم که خاطر بعضی زنها کار میکنند، از سحر تا نگاه عذاب میکشند و وقت پول میگیرند رفته دست به زنا میزنند. برای همین بسیار حالاتهای را میدانم و میشنوم که کسلی میشوند، کسلی سپید میگویند و از همین سبب هم میمیرند. خداوند این برادران را طریق رحمت شایسته جنت کند و بر شما سلامتی خواهان هستم. خودتان را احتیاط کنید. نوار را در صفحه اینستاگرامی ما تماشا کنید.